چطور ممکنه رئیس جمهور آمریکا با تمام قدرتش حتی نتونه شهردار یک شهر رو تنبیه کنه؟ ترامپ تهدید کرده بود که بودجه نیویورک رو قطع میکنه، اما چرا امروز خودش به دنبال مذاکره با ممدانیه؟ این داستان چیزی فراتر از یک دعوای سیاسی ساده است. ممدانی چپگراترین شهردار تاریخ نیویورکه، شریک ستون رسانه‌ها، اقتصاد و مهاجران آمریکاست و همین انتخاب همه محاسبات واشنگتن رو به هم زده. نیویورک فقط یک شهر نیست، اینجا جایی که بازارهای مالی، رسانه‌های بزرگ و جریان اصلی فرهنگ آمریکا ازش کنترل میشه. تنش با شهردار نیویورک یعنی تنش با شریک قلب تپنده اقتصاد آمریکاست. ترامپ گفته بود که کمک‌های فدرال رو به حداقل قانونی کاهش میده. این حرف به نظر قدرتمنده، اما سه تا مشکل اساسی داره. 1. برای کاهش واقعی بودجه از سطح کنگره باید رد شه. 2. چندین حکم دادگاه قبلا جلوی محدودسازی بودجه شهری توسط دولت‌ها رو گرفته. و 3. هر اقدام تنبیه علیه نیویورک به بازارهای مالی شوک میده. و اینجاست که ممدانی قدرت میگیره. اگر منابع شهر رو مستقل تر کنه، مثل مالیات املاک لوکس، اصلاح بودجه حمل و نقل و یا جذب سرمایه خارجی، قدرت فشار فدرال ناگهان کم میشه. شهرداری نیویورک سابقه استقلال مالی هم داره و ممدانی میتونه دوباره همون مسیر رو فعال کنه. اما مهمتر از همه رسانه هاست. ترامپ خوب میدونه که یک درگیری مستقیم با ممدانی او رو تبدیل میکنه به نماد مقاومت شهری، خصوصا چون ممدانی مهاجره، جوانه و شعاری برای طبقه کارگر داره. داستان قهرمان در برابر رئیس جمهور. رسانه‌ها عاشق چنین تقابلی هستن. برای همین با وجود لحن تون، کاخ سفید اعلام کرد که آماده دیدار با ممدانی. این یعنی حتی واشنگتن هم میدونه یک درگیری مستقیم نتیجه عکس میده. وقتی تهدید جای خودش رو به مذاکره میده، یعنی طرف مقابل، اینجا ممدانی قدرتی داره که نمیشه نادیده گرفت. پس آیا ممدانی واقعا میتونه سیاست‌های ترامپ رو مختل کنه؟ نه در سطح ملی، اما در سطح اقتصادی، رسانه‌ای و سیاست‌های محلی. بله، و حتی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم. گاهی ضربه‌ای که از پایین وارد میشه قدرتمندتر از تصمیمات بالاست.